گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم دهم. دم چند گفتم برارم به کام. چون از شگناو که ملک بلندکوه است خیلی پایین فرامدیم، به سمت خاولنگ نیمه رسیدیم. باد و هوا به کلی تغییر یافته الکی بهار حکم می راند. تل و تیپه ها به خود رنگ سبز گرفته، مخچه درخت ها میل به شکفتن داشتند. آن روز هوا بی‌غبار بود و آفتاب با یک فرهمندی عالم را نورپاشی می کرد. طبیعت بیدار گشته از احیای زندگی و آمادگی خود به عالم و آدم به هر نوعی که می توانست مژده می فرستاد. پرنده های گوناگون سیله سیله از یک گوشه دره به دیگر گوشه دره پرواز کرده گرد می گشتند. گویا در هوا هم می خواستند از بالیدگی نقش های زیبا آفرند. لحظه های خرسندی خود را از فصل نوروز اظهار نمایند. اکنون در دل من هم اعتماد حاصل گشته بود از چنگ باسمچی و جور زمانه که مثل فصل خزان زینه به زینه عالم را فرا می گرفت تا حد معین کنار آمده ایم. برای جای دمگیری انتخاب کردن میان بوته های انبوه با احتیاط سمن را راهنمایی می کردم. عجیب آن بود که اسب فوک خود را این سو آن سو تاب داده، مثل آن که برای ما مکان مناسب می کافته باشد به هر طرف نگاه می کرد. اکنون یک جای صفه مانند که اطرافش با بوته های گز گویا شیغ بسته شده باشد از بالای اسب نمایان گشت. سمن ما را آنجا برد. این موضع در بری تپه مثل آفتاب پرست روی به سوی خورشید تابان نگاه می کرد. در نظر من می نمود که اینجا یک فضای الهیده گرمی دارد و خیلی دلفرا است و محض برای ما مردم شگناو که دیر باز انتظار بهار بودیم آماده شده باشد. همزمان احساس نمودم که خرامان را خواب برده است. سمن در بین آن میدانچه ایستاد. من با یک دست از بازوی خرامان داشته با دست دیگرم زین اسب را قپیده با آهستگی از بالای سمن فرامدم و با تمامی حساسیت یک دست خرامانم را به کتفم گذاشته با دست دیگرم از میان او گرفته با هزار تپش دل او را از اسب فراوردم. خواستم دوست داشتم را در روی سبزه ها طرز خوابانم که او را ملال نآید، آزار نیابد و بیدار نشود. اما در دستانم چشم گشاد. با حیرت به اطراف نگاه کرده ای بچه مرا سر ده گفته یک تبسم عشوه آمیز شیرین کرد. آنچنان کردم. در روشنی روز به او نگریستم. به قد گوی سرو است، در میان قبا، بر روی گوی ماه است، بر نهاده کلاه. چو ماه بود و چو سرو و نه ماه بود و نه سرو، کمر نبندد سرو و کله ندارد ماه. در افاده صفتهای عالیه حسن خرامان من از سرو و ماه هم عیب می جستم، زیرا واقعیت بود. ماهی من از آنها افضلیت داشت. هر تشبیه زیباترینی را که برای افاده حسیات خود پیدا می کردم می خواستم خرامان را به او مانند کنم که مثل معشوقه من هم در آفرینش نفیسه دیگری طبیعت گل و سنبل، سرو و سمن است. اما تیز از این تشبیه اظهار خجالت می کردم که دور من، خرامان من از همه بالاست، یکتاست. آن چیزی که طبیعت با صنعت افسونگرای زیبا آفری به عالم و آدم عطا کرده است فقط توانسته است به قدر موی به معشوقه من شباهت داشته باشد. گشته و برگشته به خرامان نگاه می کردم و اعتقادم به خدای متعال باز هم زیادتر می گشت. احسن، هزار احسن به او که فقط او قدرت چنین ایجاد کاری را دارد. خرامان هم با تبسم حیران حیران به من نگاه می کرد و عاقبت
برای چی به من این طور نگاه میکنید؟ گفته به ناز و کرشمه کمی خود را قفا کشید. خود به خود اما به اون نگاه کرده گفتم اینجا سخنی سرو نگوییم که پست است. اینجا سخنی ماه نخوانیم که زیشت است. ما روزه نخوانیم که هر جا چو تو حور است، سوگند به خاک سری کویت که بهشت است. آه ساربان، شنیده بودم که شب و روز حافظ و بیدل میخوانی، اما باورم نمی آمد که همه را از یاد کرده ای و مهارت بلند شعرخوانی هم داری. خلاصه کرد خرامان. این واقعا اولین مکالمه من با دوست داشتم، با آنکه او را مثل آلیهه می پرستیدم، مثل بود در پیش پایش سجده می کردم، مثل فرشته آسمانی به او شیفته و مات و محبود گشته بودم به شمار می رفت. از این سخنان خرامان به وجد آمده بدیهتاً گفتم سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نیست، ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست. خرامان این را شنیده با ناز و کرشمه تبسم شیرینی کرد، به آفتاب یک نگاه کردنی شد و نسیم صبا زلف عنبرینی او را به باد داد. چون چشمانش بدون شعله خورشید هم خماری مایل به دلبری و دلستانی بودند، طاقت و اینان و اختیاری مرا به غایت حسن بشکست. من با رونق بندگی عاشقانه 2 قدم پیش گذاشته خرامان را سخت به آغوش گرفتم و بری رو، لب و دهان، بناگوش، بیاض گردن و دستان نازکش را بوسه باران کردم. اکنون در این لحظه وصال بار دیگر احساس نمودم که اسیر این قد و بست شدن یگانه علاج آزادی من بوده است و با چنین شیفتگی قد و بست او را می بوسیدم. خواستم سر به پایش نهم و بگویم که سری من و قدم تو و لبی من و دهانی تو. خرامان مرا از آرزوی یک عمری پابوسیش باز داشت، از کتفانم گرفت و خواست با غمزه مرا به هوش آورد و من به خود آمدم. آن پادشه خوبان که در اوج ناز و نعمت با عشوه‌ای که از ابروان مشکین مثال و چهره فرخنده فال او بر می آمد، مرا واقعاً از حلقه برگشان خود کرده بود. با اشاره همچون بیمار غمی او از جا برخاستم و به او مثل مشتاقان جمال ماهتاب در تاریکی ره نگریستم. احساس کردم که خرامان هم سخت در هیجان گوار است، اما خود را به دست گرفت و شاید برای تسکین دادن من باشد که پرسید در این نزدیکی ها آب هست؟ گفتم آره، تا چشمه 1 قدم، حاضر میارم. دویده از بالای زین اسب خورجین را فراوردم. کوزه و چینی و پیاله را، همه جهاز را از آن بیرون کردم. پایین به لب چشمه فرامدم. در کوزه آب گرفتم. برآمدن به آن جایی که ما ایستاده بودیم مشکلی میکرد، زیرا ره کتل، سیر بوته و زمین کمی لغژان بود. اما من مثل آنی که آهن ربا پارچه آهنی را به خود میکشیده باشد به سمت خرامان گویا پرواز میکردم. چون به آن مکان مراد رسیدم دیدم که الکی خرامان چکمن را مثل گلیم در زمین پرتافته، دسترخوان را گسترده، در بالای آن نان و در بالای آن 2-3 بریده گوشت را مانده است. صاحب خانه مرا با تبسم عاشقانه انتظار بود. به اختیار دمی ایستادم. خواستم کوزه را پرتایم و خود را فدای شیوه کرشمه و چشمان سیاهی نرگسی او کنم، اما مرا خنده دلفریب و ندای اسرارانگیز خرامان به هوش آورد. ای بیخبر، آب را ریزاندی. نگریستم. به اختیار از کوزه آب ریخته ایستاده است. من هم به حال خودم خنده‌ام آمد. کوزه را بالای دسترخوان گذاشته از آن در پیاله برای خرامان آب ریختم. خرامان آب را نوشید. او را برای خوردن غذا تکلیف کردم. نخواست. گفت راستی مرا چیزی نمی‌فارد. من چی؟ اولین بار جرأت کرده گستاخی کردم.
از گفته تیز پشیمان و سخت خجالت شدم. دیگر اختیار به من نیست، فرمود خرامان. کتفان خود را با نازکی عاشقانه به هم کشیده و روی خوب به زلف نافه خوشبو آرا داده، با تبسم لبان پیسته شیرین کرده و از پس آن دوری دندان به سودا نهاده. از دل من گذشت اگر امروز روشن باشد از جمال خورشید تابان خرامان و اگر این موسم گرم باشد از حرارت دلی سوخته من است. چون این سخن شنیدم با یک خیز در بر خرامان جا گرفتم. یک دست از پس گردن نازکش او را سخت به آغوش کشیدم و از لبان چون عقیق او بوسیدم. مدت احساس کردم که خرامان هم چشمان جادوی خود را پوشیده است و به نالیش درآمد. دانستم که او هم نکمتر از من پزمان این لحظه است. چند ثانیه این حالت ادامه داشت. در یادم نیست. ناگهان شیهه سمن مرا به هوش آورد. دست خرامان را از گردنم به مهربانی و منت پذیری روی سینه‌اش گذاشتم. به یادم سخن خرامان رسید که تمام راه با ترس می گفت. گمان می کنم که کسی ما را سخت دنبالگیری می کند و حاضر می رسد. دویده پیش اسب رفتم. ناسپاسی خود را فهمیدم. ما در ناز و راحت و عیش و عشرت اسبی را که تمام راه در آب و عرق غوطیده ما را از منزل‌های پشیمانی به موضع‌های آرمانی آورده بود، گشنه و تشنه، بی نگاه و بین، با زین و ایدی سخت بسته نفسگیر در فراموشی مانده ایم. گویا معذرت پرسیده باشم، دویده گردن اسب را به آغوش کشیدم. از بری روی سمن بوسیدم. تیز بندی میانش را سوس کرده زین و لجامش را گرفتم. با یک بندی سبک آن را تا لب چشمه طویله کرده به آب نوشی فراوردم. اسب چون آب چشمه را دید سراسیمه‌وار خود را از بندی من رها کرد. تخمین 15 دقیقه چنان با هوس آب نوشید. گمان کردم اگر در تگ زمین یک قطره هم باشد حاضر سمند همه آن را مثل نهنگ در یک آن دم می کشد. عملی اسب مرا به فکر فرو نشاند. به اندیشه سالم وادار و مرا هوشیار کرد. لحظه آب نوشی اسب، تقدیر این جانور که عبرت آموز بود، یک زمان از پیش نظرم گذشت. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 10.